بریم سراغ خلاصه این بخش. تو این بخش یاد گرفتیم که متغیرها فضاهایی هستن که ما میتونیم وریوها رو اونجا ذخیره بکنیم و ما میتونیم هر نوع دیتا تایپی رو مثل لیست، اینتیجر و غیره توی این متغیرها ذخیره کنیم. یاد گرفتیم که این وریوها یا مقادیر توی حافظه رم یا مموری ذخیره میشن و ما میتونیم به صورت ریپیتدلی یا مکررن از این وریوها توی کدمون استفاده کنیم و اونا رو فراخوانی کنیم. چطوری؟ با استفاده از اسم اون متغیرها. راجع به اووررایتینگ یا ری اساین کردن متغیرها صحبت کردیم. یاد گرفتیم که میتونیم مقدار فعلی رو توی یک متغیر حذف بکنیم و یک مقدار جدید رو بهش اختصاص بدیم و این کار رو با اساین کردن یک ولیو جدید به اون متغیر انجام دادیم. البته یاد گرفتیم که با این کار مقدار اولد یا قدیمی لاست میشه از مموری، گم میشه یا حذف میشه، مگر اینکه اون رو توی یک متغیر جدید ذخیره بکنیم به صورت old something یا new something. یاد گرفتیم که نامگذاری متغیرها توی پایتون از یک سری قوانینی در واقع پیروی میکنه و استایل اسنیک کیس استایل پیشنهاد شده است، اینطوریه که همه حرفا رو به صورت لوور کیس یا کوچیک نوشته میشه و لغات یا ورد رو به صورت آندرسکور از همدیگه جدا میکنیم. یاد گرفتیم که بهتره که اسامی متغیرهامون رو به صورت اینتویتیو یا understandable یا قابل فهم انتخاب بکنیم، اینطوری کدمون خواناتر میشه. و در نهایت اگرچه که ما با استفاده از دستورهای جادویی مثل درصد هو و درصد هوش میتونستیم ترک بکنیم یا پیگیری بکنیم متغیرهامونو، اما به یاد داشته باشید که یک اسم خوب متغیر میتونه وقت ما رو خیلی خوب سیو بکنه.